فصل سوم چطور در 4 گام ساده عادتهای بهتر ایجاد کنیم. یه روانشناس در سال 1898 میاد یه سری آزمایش انجام میده روی حیوانات و روی رفتارها و عادتها تحقیق میکنه. برای شروع از گربه ها استفاده میکنه. یه جعبه طراحی کرده بوده که یه در خروجی داشته برای فرار. وقتی گربه ها رو مینداخته داخل جعبه یه مدتی طول میکشده تا گربه با کلی تقلب به یه اهرم برسه که قبلا طراحی شده بوده داخل اون جعبه و اهرم رو فشار بده، در باز شه و گربه فرار کنه و بیرون جعبه غذا منتظر گربه بوده. وقتی بارها برای گربه خاص این آزمایش تکرار میشه، تو 3 بار اول به طور متوسط 1.5 دقیقه طول میکشه، ولی بعد از چندین بار تکرار توی 3 بار آخر این آزمایش یه چیزی حدود 6 ثانیه تا 6.5 ثانیه طول میکشه تا گربه اهرم فشار بده و از جعبه خارج بشه. این نشون میده که بعد از چند بار گربه کم کم شروع میکنه به آموزش دیدن و یاد گرفتن اینکه چطوری میتونه از این جعبه فرار کنه. این آزمایش در واقع یه اتفاق خیلی خوب بود تو علم روانشناسی که تحقیق کرده بود و روش در واقع به وجود اومدن عادت‌ها رو به ما آموزش میده. شما وقتی یک کار رو تکرار میکنید به این علته که ازش یه نتیجه خوشایندی دریافت کردید. اگه از یک کاری نتیجه خوشایندی دریافت نکنید هیچ وقت اون کار رو تکرار نمی کنید. حالا میخوایم ببینیم که چرا مغز عادت‌ها رو به وجود میاره. در واقع مغز برای اینکه همیشه در مقابل هر مسئله حسی عصبی درگیر میشه تا اینکه اون رو حل کنه و وقتی متوجه میشه که این راه حل جواب داد و احساس خوشایندی داد، سعی میکنه اونو آموزش ببینه و تبدیلش کنه به عادت. اینطوری دفعات بعدی زمان کمتری میذاره برای اینکه خودشو به چالش بکشه و اون مسئله تکراری رو حل کنه. در واقع یاد میگیره که شما در مقابل مشکل X این راه حل وجود داره و خیلی سریع انجام میشه و بعد از یه مدتی اصلا شما متوجه نمیشید وقتی به اون مشکل میخورید چجوری خودتون حلش میکنید به صورت ناخودآگاه. عادت ها میانبرای ذهنی هستن، یعنی شما به محض اینکه مشکل رو میبینید میرید سریع به سراغ راه حلش. در واقع مغز شما در قسمت خودآگاهش یک دروازه تنگی داره و وقتی به یه مشکل برمیخوره درگیر حل کردن مشکل میشه و سریعا سعی میکنه حل کردن مشکل رو یاد بگیره و اونو واگذار کنه به ناخودآگاه تا ذهن خودآگاهتون آزاد باشه تا بتونه دوباره با مشکلات جدید روبرو بشه. بعضی معتقدن که عادت‌ها زندگی رو خسته کننده میکنه و یا معتقدن که دست و بالشون بسته میشه، هیجانات زندگی رو از دست میدن. در واقع این فکر غلطیه. به وجود اومدن عادت‌ها باعث میشه اتفاقا شما ذهن آزادتری داشته باشید و خلاقیت داشته باشید و در آرامش بیشتری زندگی کنید و آزادی عمل داشته باشید. حالا برای بررسی این که چطوری یک عملی از ما سر میزنه اون رو در یک حلقه‌ای بررسی کردن. در واقع 4 قدم اتفاق میفته تا یه مسئله حل میشه. اولین اتفاق نشانه است. برای مثال وقتی شما وارد یه اتاق تاریک میشید، تاریکی برای شما یه نشانه است و بعد احساس میکنید که میخواید ببینید، یعنی اشتیاق به وجود میاد. بعد برای دیدن شما میایین چیکار میکنین؟ چراغ رو روشن میکنین. پس این یک پاسخ به اون مشکل به وجود اومده یا نشانه. وقتی روشن میشه و میبینید یک پاداش دریافت میکنید. پس هر عملی که از ما سر میزنه شامل 4 قدمه. اول نشانه، بعد اشتیاق، بعد پاسخ و بعد پاداش.
نشانه وقتی اتفاق میفته که شما یه مشکلی یا یه مسئله‌ای تو ذهن شما به وجود میاد. بعد برای اینکه اون مسئله رو حل کنید اشتیاق دارید که یک راه حل براش پیدا کنید. وقتی که راه حل رو پیدا کردید یا با سعی و خطا، این پاسخه که شما رو وادار میکنه که یک عملی انجام بدید و وقتی اون عمل رو انجام میدید و یه پاداشی دریافت میکنین که نتیجه اون عمله، ذهن شما میاد بین در واقع پاسخ و نشانه تو ذهن یه ارتباط برقرار میکنه. یعنی اینکه هرگاه به نشانه برخورد میکنه خیلی سریع میره سراغ پاسخ. اگه بخوایم این حلقه رو در واقع این به صورت یه حلقه اتفاق میفته، یعنی هیچ کدوم از این اتفاقا نیست که حذف بشه، همه اینا اتفاق میفته. شما هر عملی که به صورت ناخودآگاه کودکی در شما به وجود اومده و به صورت عادت الان در شما شکل گرفته رو انجام میدید، همین حلقه رو طی کرده. یعنی اول نشانه، بعد اشتیاق، بعد پاسخ و پاداش. به طور ناخودآگاه هرگاه شما رو وارد اتاق تاریک میشین، به صورت اتوماتیک بدون اینکه فکر کنید کلید رو میزنید و چراغ روشن میشه و شما میبینید. خیلی سریع و راحت بدون اینکه اصلا فکر کرده باشید. حالا میگن که خب این حلقه رو ما بیایم به دو قسمت تقسیم کنیم. فاز اول مشکله که مثلا برای مثال تو همین موضوع خاموشی نشانه و اشتیاق تو فاز مشکله، پاسخ و پاداش تو فاز راه حل قرار داره. مثلا حالا چند تا مثال مختلف میزنیم. صدای SMS گوشی میاد، شما میخوایم بدونین که چی بوده اون پیام، گوشی رو برمیدارید و وقتی که دیدین احساس آسودگی یا خوشنودی دارین. پس ذهنتون میاد بین برداشتن گوشی و صدای گوشی ارتباط برقرار میکنه. شما دارین یه مسئله ریاضی رو حل میکنید، بعد دچار استرس میشید، ناخونتون رو میجویید. نتیجه اینه که احساس آرامش میکنید. ذهن شما بین جویدن ناخون و حل مسئله ریاضی ارتباط برقرار میکنه. بعد از چند بار تکرار دیگه ناخودآگاه تا شما به مسئله ریاضی میرسید به صورت ناخودآگاه دارین ناخونتون رو میجویید. وقتی از خواب بیدار میشین احساس میکنین که هوشیار نیستین، میرین سراغ یه فنجون قهوه و بعد پاداشش اینه که هوشیاری به دست میارین. ذهنتون بین خوردن یه فنجون قهوه و بیداری یه لینک میزنه. این همون شکل گرفتن یک عادت. حالا برای اینکه بیایم تغییر رفتار بدیم یا یه عادت رو در واقع حذف کنیم، 4 تا قانون براش گذاشتن. طبق همین حلقه یه نشانه، اشتیاق، پاسخ و پاداش. گفته تو قانون اول که همون بخش نشانه است، باید موضوع رو واضحش کنیم. قانون دوم که اشتیاقه باید جذابش کنی. قانون سوم که پاسخه باید سادهش کنی و قانون چهارم که پاداشه باید لذت بخشش کنی. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه شما میخواین یه عادتی رو در خودتون به وجود بیارین، اول باید ببینین که از چه بخش‌های تشکیل شده و از خودتون بپرسین من چطوری میتونم واضحش کنم، چطوری میتونم جذابش کنم، چطوری میتونم سادهش کنم و چطوری میتونم لذت بخشش کنم. و هرگاه میخواین یه عادتی را هم ترک کنید، در واقع این که همین حلقه رو باید برعکس انجام بدین. یعنی قانون اول که نشانه است باید نامرئی کنیدش. قانون دوم که اشتیاقه باید غیر جذابش کنید. قانون سوم که پاسخه باید پیچیدش کنید و در قانون چهارم که پاداشه باید غیر لذت بخشش کنید. اینطوری شما میتونید در واقع یک عادت غیر ضروری یا منفی خودتون رو ترک کنید. این فصل تموم شد و خلاصش اینه که رفتاری که اونقدر تکرار میشه که به صورت خودکار
انجامش میدید یه عادت. عادت ها فقط به این علت وجود دارن که به شما کمک کنن که مشکلات زندگی رو بدون دردسر و با صرف حداقل انرژی حل کنید. و هر عادتی از 4 بخش مختلف تشکیل شده: نشانه، اشتیاق، پاسخ و پاداش. و 4 قانون تغییر رفتار هم واضحش کن، جذابش کن، سادش کن و لذت بخشش کن. حالا توی بخش بعدی میخواد راجع به واضحش کن صحبت کنه. واضحش کن رو توی 3 فصل بررسی میکنه که حتما به زودی با هم دیگه راجع بهش صحبت میکنه. فعلا خداحافظ.